در باقی سرگذشت زال اون چه بسیار مهمه داستان زاده شدن رستمه. طبیعی زن و شوهر جوان بعد از اینکه مدتی با هم زندگی میکنن رودابه بار میگیره و آبستن میشه. بسی بر نیامد بر این روزگار که آزاد سر اندر آمد به بار. بهار دل افروز پژمرده شد، دلش را غم و رنج بسپرده شد. شکم گشت فربی و تن شد گران، شدن ارغوانی رخش زعفران. تنش نزار شد، شکمش بزرگ شد، رنگش زرد شد، ناراحتی پیدا کرد. مادرش از او میپرسد که چه خبره، چه شده؟ بدو گفت مادر که ای جان مام، چه بودت که گشتی چنین زرد فام؟ چنین داد پاسخ که من روز و شب همی برگشایم به فریاد لب. همانا زمان آمدستم فراز، و از این بار بردن نیابم جواز. وقت زادنم رسیده. تو گویی به سنگ استم آکنده پوست، وگر آهن استان که نیز اندروست. میگه مثل این است که پوست من پر از سنگه. گر اگر به معنی یا در شاهنامه به کار رفته، یا اون چه در دل من هست آهنه. بچه خیلی درشت و بزرگ بوده. چنین تا گه زادن آمد فراز، به خواب و به آرام بودش نیاز. چنان بود که یک روز از او رفت هوش، از ایوان دستان برآمد خروش. رودابه به اصطلاح علمی امروز توانایی زادن رستم رو نداشته و در نتیجه دردهای متوالی و ناتوانی برای زاییدن رستم بیهوش میشه. مادرش چنان که رسم مادرانه رخسارشو میخراشه و سیلی به صورت میزنه و خبر به زال میرسه و زال به فکر چاره میفته. این چاره رو باید یاد بکنیم اینجا و او این است که بر اثر مهری که زال و سیمرغ به یکدیگر داشتند، زال راضی نمیشد که پیش پدرش برگرده تا بالاخره این رو گفتیم قبلا که سیمرغ به او گفت نه، زندگی پیش پدر و در کاخ و ایوان او به مراتب راحت‌تر و آسوده‌تر و بهتره و وقتی به اونجا بری دیگر آشیان سیمرغ به یادت نخواهد اومد. با این حال برای اینکه تو کاملا آسوده باشی من چند تا پر خودم رو به تو میدم و تو اگر گرفتاری و ناراحتی برات پیش آمد یا اگر من رو خواستی ببینی، کار ساده این است که یکی از این پرهای من رو به آتش میگذاری و من بیدرنگ میایم پهلو. البته همون جور که سیمرغ پیش بینی کرده بود، زال در نتیجه زندگی با پدر آشیانه سیمرغ از یاد برد و مسئله منتفی شده بود تا وقتی که رودابه گرفتار درد زادن میشه و توانایی زادن این فرزند رو نداشته. در اون موقع همان پر سیمرغش آمد به یاد، بخندید و سیندخت را مژده داد. سیندخت مادر رودابه است. یکی مجمر آورد و آتش فروخت و از آن پر سیمرغ لختی بسوخت. اینجا باید یادآوری بکنم که این استفاده از پر سیمرغ فقط 2 بار صورت میگیره. یکی در دوران زاده شدن رستمه که همین الان مطرحه و یکی دیگر در هنگامی است که رستم با اسفندیار روبرو میشه و اسفندیار زخم‌های تیر بسیار به او میزنه و رستم نزدیک به کشته شدن میرسه. در اون هنگام است که باز زال سیمرغ رو میخواد و از او راهنمایی طلب میکنه و سیمرغ چنان که باید راهنمایی میکنه و اون مسائل رو در داستان رستم و اسفندیار اگر انشاءالله فرصت بود که گفتگوی از او بکنیم و عرض خواهم رسوند. اما فقط همین 2 بار است که در شاهنامه پر سیمرغ سوخته میشه و سیمرغ به کمک زال میاد. همان در زمان تیرگون شد هوا، پدید آمد آن مرغ فرمان روا. زال قضایا رو با سیمرغ مطرح میکنه و میگوید که این زن حمل برداشته و نمیتوانه که بزاد و چه باید کرد. من میترسم خود او و بچهش تلف بشه. جواب میداد که باید چند کار بکنی. اول نخستین به می ماه را مست کن،
ز دل بیم و اندیشه را پست کن. اینجا می به جای بیهوش دارو به کار میره. میگوید شراب بسیار به او بده برای اینکه درد رو احساس نکنه و در حقیقت بیهوش بشه و ما بتوانیم اون عمل جراحی رو که میخوام انجام بدیم. بیاور یکی خنجر آبگون، یکی مرد بینادل پرفسون. بکافد تهیگاه سرو سهی، نباشد مرو راز درد آگهی. وزو بچه شیر بیرون کشد، همه پهلوی ماه در خون کشد. وزان پس بدوزان کجا کرد چاک، ز دل دور کن ترس و تیمار و باک. گیاهی که گویمت با شیر و مشک، بکوب و بکن هر سه در سایه خشک. بساو و برآلای بر خستگیش، ببینی همان روز پیوستگیش. بدو مال از آن پس یکی پر من، خجسته بود سایه فر من. میگوید که ماه رو به می مست کن، بعد مرد بینادل پرفسون بیار که با خنجر پهلوی او رو پاره کنه و بچه رو بیرون بکشه. بعد از این جایی رو که چاک کرده بدوزه و برای اینکه این زخم با آسانی خوب بشه اولا گیاهی رو که به تو میگم با شیر بسا و با مشک و شیر و در سایه او رو خشک کن و بر خستگی او، خسته به معنی زخمی است اصلا و امروز که خستگی رو به معنی فرسودگی و ماندگی به کار میبریم این لغت تغییر معنی داده و الا خسته به معنی مجروحه و خستگی به معنی جراحت و زخم. میگوید که این مرهم رو که گفتم بر زخم او بمال و پر من رو هم که فر ایزدی در او هست بر اون زخم بکش و نتیجه رو خواهی دید که به زودی درست خواهد شد و هیچ نگرانی از این بابت نداشته باش. تو راز این سخن شاد باید بودن، به پیش جهاندار باید شدن، که او دادت این خسروانی درخت، که هر روز نو بشکفاندش بخت. بدین کار دل هیچ غمگین مدار، که شاخ برومندت آمد به بار. زال به همین ترتیب عمل میکنه، بچه بیرون میاد سالم، قوی، بسیار درشت. اسمشو میذارن رستم و اینجا بنده برای اینکه معنی لغوی رستم رو اولا بدانیم و مسائل دیگری که در این زمینه قابل ذکره باید عرض بکنم که رستم به معنی نیرومند روییده است، نیرومند برآمده است. برای اینکه تهم که در کلمه تهمینه مادر سهراب زن رستم هست و هم تهم در کلمه تهمتن که لقب رستم هست، همون تهم است در قسمت آخر کلمه رستم و جزء اولش از رستن و رویدن یعنی تهم رسته، یعنی نیرومند رویده و برومند برآمده. این معنی نام رستم. در ضمن یه خصوصیاتی برای پهلوانای حماسه در همه دنیا و در تمام حماسه های دنیا هست که البته رستم هم شامل او می شود، سهراب هم همینطور، و او این است که پهلوان حماسی با تمام نوزادهایی که به دنیا میان تفاوت داره، درشتر و بزرگتر هست. اینجا برای اولین بار چنان که ملاحظه می‌فرمایید شاید در تاریخ ایران که به طور قطعی در داستان‌های باستانی مسئله‌ای به میان میاد که امروز به اسم سزارین معروفه و علت این که این عمل جراحی یعنی بیرون کشیدن بچه رو با عمل جراحی از شکم مادر سزارین میگویند برای اینکه معروف است که ژول سزار قیصر معروف روم هم به همین ترتیب به دنیا آمده و به این دلیل اسم این عمل جراحی سزارین نامیده شده. ولی سابقه داستان رستم و این کار به مراتب از روزگار تولد سزار قدیمی تر است چنان که اطلاع داریم. بعد هم عرض کردم این بچه وقتی به دنیا میاد مثلا 1 سالگی به اندازه بچه‌های 4-5 ساله است، 2 سالگی قوتی دارد که دیگه کسی با او برابری نمیتوانه بکنه، 3 سالگی و 4 سالگی به طرف اسب و میدان و کارهای جنگی و این مسائل میره و خلاصه پهلوان حماسی رشد
فوق العاده داره، به طوری که وقتی به جوانی میرسه دیگر هیچ کس تاب برابری با او رو نداره. و رستم هم به همین ترتیب است. اول درباره اون جراحی که این کار میکنه گفتگو میکند. حکیم بیامد یکی موبدی چرب دست، من آن ماهرخ را به می کرد مست. بکافید بیرنج پهلوی ماه، بتابید مر بچه را سر ز راه. چنان بی گزندش برون آورید، که کس در جهان این شگفتی ندید. این که میگوید سر بچه رو تابید، برای اینکه میدونید که بچه های نوزادان معمولا از سر به دنیا میان و از پا به دنیا آمدن برای نوزاد خطرناکه و گرفتاری ایجاد میکنه. بنابراین سر بچه رو به پایین بوده و برای اینکه بتوانن اون رو از پهلوی مادر بیرون بکشن، باید سر رو از پایین رو به بالا بیارن و بعد بیرون بیارن و موبد چنین میکنن. یکی بچه بود چون گوی شیرفش، به بالا بلند و به دیدار کش، یعنی زیبا. شگفت اندرو مانده بود مرد و زن، که نشنید کس بچه پیلتن. درست رستم همون به معنی پیلتن برومند بسیار قوی است. شبان روز مادر ز می خفته بود، ز می خفته و هوش از او رفته بود. چو از خواب بیدار شد سروبن، به سیندخت بگشاد لب بر سخن. کلمه سخن که امروز میگیم در قدیم سخن تلفظ میشده. بر او زر و گوهر برافشاندند، ابر کردگار آفرین خواندند. مر آن بچه را پیش او تاختند، به سان سپهری برافراختند. بخندید از آن بچه سرو سهی، یعنی مادرش از دیدار بچه شادمان شد. بخندید از آن بچه سرو سهی، بدید اندر او فر شاهنشهی. بعد از این بچه رو چنان که عرض کردم به ناز و نعمت میپرورند و جشن میگیرند و شادی های فراوان میکنند و این بچه چنان که عرض کردم مثل تمام پهلوانان دیگر رشد فوق العاده داشته، به طوری که در سنین کودکی کارهای بزرگ به دست او برمیاد که از جمله اونها یکی کشتن پیل سپید است در روزگار کودکی و یکی رفتن اوست به کوه سپند که گویا داستان الحاقی است در شاهنامه و بنده الان برام میسر نیست که اون مسائل رو بگویم و قصد گفتنش رو هم ندارم. اینجا فقط یادآوری میکنم که از این پس بخش حماسی شاهنامه است. زمینه اصلی این بخش حماسی جنگ‌های پایان ناپذیر ایران توران است. تورانیان از پهلوانان، از شاهان، از فرمانروایان گوناگون مدد میخواهند برای رویارویی با رستم و این رستم است که همیشه عنوان چهره اول و پهلوان بزرگ سپاه ایران رو با خود داره و همیشه تورانیان رو مغلوب میکنه تا سرانجام به کشته شدن افراسیاب منجر میشه و این داستانهای دلپذیر بسیار فراهم میاره که بعضی از اونها، یعنی مهمترینشون رو من عناوینش رو یادداشت کردم اینجا، در حدود 31 داستان است. اون قسمت هایی که راجع به زال و رودابه و زادن رستم و این مسائل گفتیم، تمام اینها در دوران پادشاهی منوچهر از آخرین پادشاهان اساطیری صورت میگیره و پس از اوست که داستان‌های حماسی آغاز میشه. این در حقیقت مقدمه اون مسائل بوده است. اما نکته‌ای که اینجا باید عرض کنم این است که این پادشاهان گفته بودم که اینا رو پیشدادیان میگفتند، آخرینشون منوچهر نیست. بعد از روزگار منوچهر 2 پادشاه دیگر در حقیقت از سلسله پیشدادیان به روی کار میان که یکیش پسر بلافصل منوچهر است به نام نوذر که در اصطلاح قصه‌خوانان معروف است به نوذر شهریار. بدبختانه این پادشاه بیش از 7 سال پادشاهی نمی‌کنه و یکی از گرفتاری هایی که داشته این بوده است که متاسفانه از آغاز کار دست به بیدادگری میگذاره. این عین گفته حکیم است در این باب.
چو سوگ پدر شاه نوذر بداشت، ز کیوان کلاه کیی برفراشت. به تخت منوچهر بر بار داد، بخواند انجمن را و دینار داد. بر این بر نیامد بسی روزگار، که بیدادگر شد سر شهریار. برآمد ز گیتی ز هر جای او، جهان را کهن شد سر از شاه نو. به این ترتیب روش نوذر موجب میشه که تمام مردم به او بشورند و یکی از حوادثی که در اون روزگار اتفاق میفته این است که گروهی از ایرانیان میروند پیش سام که پهلوان اون روزگار بوده و از او خواهش میکنند که اگر ممکن است شما به جای نوذر بیاید و به تخت پادشاهی ایران بنشینید. اما پادشاهان باید پره ایزدی داشته باشند و در حقیقت به اعتقاد ایرانیان باستان باید مؤید به تأیید الهی باشند. این است که سام این کار رو نمیپذیره و بنده باز چند بیت از این مطلب رو هم میخونم برای اینکه یه مقداری اعتقادات مردم باستانی ایران رو نسبت به این مسئله بدونید. میفرماید که چو ایرانیان آگهی یافتند، سوی پهلوان تیز بشتافتند. پیاده همی پیش سام دلیر، برفتند و گفتند هر گونه دیر. ز بیدادی نوذر تاجور، که بر خیره گم کرد راه پدر. جهان گشت ویران ز کردار اوی، غنوده شد آن بخت بیدار اوی. نگردد همی بر ره بخردی، از او دور شد فره ایزدی. چه باشد اگر سام یل پهلوان، نشیند بر این تخت روشن روان. جهان گردد آباد با داد اوی، مرو راست ایران و بنیاد اوی. اما سام به کلی این خواهش رو رد میکنه. بدیشان چنین گفت سام سوار، که این کی پسندد ز من کردگار. که چون نوذری از نژاد کیان، به تخت کیی بر کمر برمیان. به شاهی مرا تاج باید بسود، محال است و این کس نیارد شنود. اگر دختری از منوچهر شاه، بر این تخت زر بر شدی با کلاه. نبودی جز از خاک بالین من، بدو شاد گشته جهان بین من. دلش گر ز راه پدر گشت باز، بر این بر نیامد زمانی دراز. هنوز آهنی نیست زنگار خرد، که رخشنده دشخوار شایدش کرد. میگوید که هنوز مدتی نیست که نوذر به تخت نشسته و این که برگشته از راه و رسم پدرش خیلی مثل آهنی که کاملا زنگ او رو از بین برده باشه نیست. من میروم و او رو نصیحت میکنم و او رو به راه درست باز میارم. میاد و میره پیش نوذر، نصیحت بسیار به اون میکنه. نوذر هم قبول میکنه. لااقل وقتی که زال مشغول نصیحت به او بوده میگوید که من میپذیرم، چه میکنم و به او خلعت میده. ولی متاسفانه بعد از رفتن سام باز بر سر کار خودش برمیگرده و نتیجه کار این میشود که حریف، یعنی فرزندان تور که در توران بودن و پادشاه به نام پشنگ در اون روزگار بر تخت بوده، پدر افراسیاب معروف، خبر میشه از این که منوچهر مرد و جانشین او هم مرد خیلی شایسته‌ای نیست. به این دلیل افراسیاب فرزند خودش رو با سپاهی گران میفرسته به ایران به جنگ نوذر. تفصیل این جنگ رو بنده عرض نمی کنم برای اینکه در طی گفتگوها یک برادر بسیار صالح و خوشجنسی داشته افراسیاب به نام اغریرث که این همیشه اصرار میکرده است که افراسیاب بیشتر جانب صلح و آشتی رو نگاه داره و کارهای شدید و کارهای بد نکنه. اما نتیجه این گفتگوها و سرانجام این اختلافهایی که اغریرث با برادرش افراسیاب داشته موجب میشه که افراسیاب فرمان به قتل او هم بده. یکی از این مسائل به این دلیل بوده که وقتی افراسیاب میآید به ایران و شکست میده سپاهیان ایران رو، نوذر فرار میکنه و بعد نوذر رو میگیرن میارن پیش افراسیاب و افراسیاب فرمون میده که او رو بکشنش. البته این کار خیلی خطرناکی بوده برای اینکه کین بین ایران و توران رو مجددا تازه میکرده و
برادر افراسیاب اغریرث مخالف این کار بوده، اما افراسیاب کارشو انجام میده. میگه سوی شاه ترکان رسید آگهی، که از آن نامداران جهان شد تهی. دلش گشت پر آتش از درد و غم، دو رخ را به خون جگر داد نم. برآشفت و گفتا که نوذر کجاست، کزو ویسه خواهد همی کینه خواست. سپهدار نوذر چو آگاه شد، بدانست کش روز کوتاه شد. سپاهی پر از غلغل و گفتگوی، سوی شاه نوذر نهادند روی. گرفتند بازوش با بند و تنگ، کشیدندش از جای پیش نهنگ. مراد از نهنگ افراسیاب. چو از دور دیدش زبان برگشاد، ز کین نیاگان همی کرد یاد. بدو گفت هر بد که آید سزاست، بگفت و برآشفت و شمشیر خواست. بزد گردن نوذر تاجدار، تنش را به خاک اندر افکند خار. این باز یه موجب دیگه بر کینه دیرپای بین ایرانیان و تورانیان افزوده میشه. بعد از کشته شدن نوذر مدتی افراسیاب در ایران زمین به پادشاهی می نشینه و ظلم و بیداد بسیار میکنه و این در دورانی است که رستم داشته روزگار کودکی خودش رو میگذرونده. بعد از دوران 7 ساله پادشاه نوذر از یه شاه دیگری به نام زاو طهماسپ یاد میکنن که او هم 5 سال بیشتر پادشاهی نمیکنه. در دوران او هم حادثه قابل ذکری اتفاق نمیفته، جز اینکه مدتی قحطی هم اتفاق میفته و در نشه روزگار خیلی بدی به مردم میگذره. این زاو طهماسپ هم ظاهرا مرد سالخورده‌ای بوده و بعد از اینکه سالش به 86 میرسه و 5 سال پادشاهی کرده بوده میمیره. باز افراسیاب همونطور وقتی که خبر مرگ طهماسپ رو میشنوه به اقامت خودش در ایران ادامه میده و شروع میکنه به ستمهایی که میکرده است، تا وقتی که بالاخره ایرانیان متفق میشن به اینکه باید یه پادشاهی از نژاد دیگری بردارن بیارن و تخت ایران بی پادشاه نمانه. و درست در همین روزگار بوده است که رستم هم پروبالش دیگه در آمده بوده و شروع به کارهای پهلوانی خودش میکنه. این است که رستم داوطلب میشه بره و کیقوباد رو بیاره با وجود سپاه مفصلی که از توران در ایران بود. زال پدرش میگوید که تو هنوز بچه‌ای، تو وقت این کارت نیست، ولی رستم اصرار میکنه و میره و کیقوباد رو میاره و او داستان جداگانه است. در اینجا یه داستانی اتفاق میفته که این داستان در شاهنامه فردوسی یاد نشده، ولی در اوستا و در منابع پهلوی هست و داستان نسبتاً معروف هم هست، بر سر زبون ها هم هست و او داستان آرش کمانگیره. آرش کمانگیر پهلوان ایرانی بوده. بعد از اینکه تورانیان میان و یه مقداری از خاک ایران رو میگیرن، البته اونها از موضع قدرت و ایرانیان از موضع ضعف به مذاکره می نشینن و قرار می شود که تا اینجایی که سپاهیان توران پیش آمدن به اندازه 1 تیر پرتاب، به فاصله پرتاب 1 تیر عقب بنشینن و اونجا مرز ایران و توران بشه. بزرگترین پهلوان تیرانداز ایرانی مردی بوده است به نام آرش. این آرش رو معین میکنن برای اینکه فکر میکردن که تیر او بیش از همه خواهد رفت و در نتیجه به وسعت سرزمین ایران تا حد مقدور در مقابل دشمن خواهد افزود. آرش طی تشریفاتی میاد بر طبق افسانه، عبادت میکند و نیایش میکند به درگاه اهورامزدا، از او یاری میخواد و بعد اعلام میکنه که من این تیر رو میاندازم، ولی بعد از این پیکر من پاره پاره خواهد شد و از میان خواهد رفت. بعد میاد و تیر رو میگذاره در کمان و به روایت منابع قدیمی میگوید که تمام قدرت و قوت و نیرو و توان و جان خودش رو در این تیر قرار میده و این تیر رو پرتاب میکنه.
چون ایرانیان اهورایی بودن و اهورامزدا یار اونها بوده، سروش یکی از مهین فرشتگان این تیر رو در آسمان میگیره و به راه بسیار دوری میبره و از آمل میبرد به مرو. در اینجا باید عرض کنم که مراد از آمل این آملی که الان در خاک مازندران قرار داره نیست. و یکی از نکاتی که در اینجا شایسته یادآوری است این است که مردمی که مهاجرت میکنن از جایی به جایی معمولاً اسم شهرهای خودشون رو هم با خودشون میبرن. این از دوران خیلی خیلی دور، از دورانهای پیش از تاریخ این کار سابقه داشته تا روزگار ما. الان یه عده زیادی از مهاجرانی که از اروپا، از قاره قدیم به آمریکا، قاره جدید مهاجرت کردن، انگلیسی بودن. اینا وقتی رفتن در اونجا اسم شهرهای خودشون رو شهرها و دهات و قصباتی که آمدن گذاشتن. مثلا فرض فرمایید نزدیکای بوستون یه دهکده‌ای هست به نام کمبریج، در حالی که میدونیم کمبریج معروف در انگلستان دانشگاهی هم هست. یا مثلا ایالت دیگری هست به نام نیو انگلند، یعنی انگلستان نو، نیو همپشایر و بسیاری شهرهای دیگه که من یاد نمی کنم. همچنین ایتالیایی‌ها وقتی آمدن اسمای شهرهاشون رو به نواحی مهاجرنشینی که اصلا ایتالیایی بودن گذاشتن، اسپانیولی‌ها همینطور، و به این ترتیب می‌بینیم که این یاد شهر خودشون رو زنده نگه می‌دارن. عین همین کار رو در دوران‌های بسیار بسیار دور از ما هم کردند و وقتی می‌آمدن گروهی به سمتی در اونجا شهری تأسیس می‌کردن نام شهر قبلی خودشون روی اون می‌گذاشتن. بنابراین مثلا یک طالقان در خاک فعلی افغانستان داشتیم، شاید حالا نیست. کرج همینطور چند جا بوده. آمل همینطور. این آمل در خراسان بوده و شاید در خاک افغانستان فعلی، ولی با این حال فاصله بسیار قابل ملاحظه‌ای داشته، برای اینکه مرو در منتهای علیه شرقی افغانستان شهر بسیار دوری است. در هر صورت همونطوری که آرش پیش بینی کرده بود تمام اندامش از هم پاره پاره شد، برای اینکه تمام نیروش روی اون تیر گذاشته بود و تیر رو هم سروش برد و به مرو رسوند و در اونجا در درختی فرو رفت و اونجا مرز ایران و توران تعیین شد. از این قصه آرش در یک کتاب معتبر دیگری در قدیمترین داستان عاشقانه ایرانی به نام ویسورامین سروده فخرالدین اسعد گرگانی یاد شده. میگوید که اگر خوانند آرش را کمانگیر، که از آمل به مرو انداخت او تیر، الی آخر دیگه. باقیش مسئله مقایسه خود این عاشق و معشوق است به آرش کمانگیر و مربوط به قصه ما نیست، ولی اشاره هست. این داستان چون که عرض کردم در شاهنامه نیامده، ولی مربوط به همین دوران فترت و دوران شکست و دوران ضعف ایرانیان و سلطه تورانیان است. این حال ضعف با جایگزین شدن سلسله حماسی که معروف است به سلسله کیان و کیانیان جبران میشه. یعنی پادشاهان کیانی میان روی کار، نخستینشون کیقوباده و بعد از او کیکاووسه و کیخسروست و اینها رو کیان میگن به دلیل اینکه تمامشون چنان که ملاحظه میفرمایید اسمشون با لقب کی شروع میشه و کی که در اوستایی کوی آمده است به معنی پادشاه و فرمانرواست. بنابراین کیقوباد یعنی شاه قباد، پادشاه قباد. در هر حال از خود کیقوباد اگر بخوایم آغاز کنیم، در حقیقت نخستین داستان پهلوانی رستم بریدن و گذشتن از میان انبوه سپاه تورانیان و رفتن به البرز کوه و پیدا کردن کیقوباد که از نژاد شاهان بوده و او رو با اینکه تورانیان به هیچ وجه نمیخواستن که ایران فرمان روای قادری داشته باشه و میخواستن در همین حال ضعف باقی بمانه، ولی رستم با دلیری و پهلوانی بسیار کیقوباد رو از البرز کوه میاره و به تخت مینشانه و به این ترتیب سلسله کیان آغاز میشه. این آغاز رسمی بخش حماسی شاهنامه
پادشاهی کیقوباد.